رسول اکرم میگه مر بشاب و هو یضحک، روز میگه به نزد یک جوانی میگذشت که اون جوان خنده میکرد. رسول الله چی گفتند؟ هل جزت علی الصراط؟ جوان گفتند آیا تو پول صراط را گذشتی؟ قال لا یا رسول الله، نه. گفت پیغمبر خدا من پول صراط نگذشتم. هل تبین لك انك تسیر الى الجنه؟ ای جوان گفت آیا بر تو یگان کاغذ است، یگان معلومات آمد که تو داخل جنت میشه بعد مرگ؟ قال لا یا رسول الله، نه. گفت من درک ندارم بعد مردن جنت میرم یا جای دیگر میرم، درک ندارم. ففیم ضحک؟ پیغمبر گفتن پس خنده تو برای چی هست؟ چرا خنده میکنی؟ مادام پول صراط نگذشتی، مادامی که وارد